عروسی عجیب و غیر قابل باور لیما امیری در کشور کانادا. بالاخره لیما امیری ازدواج کرد. همسر لیما امیری کی بوده است؟ لیما امیری در کدام کشور است؟ مصروف چی کار باری است؟ و چرا لیما امیری از پرده رسانه ها به دور شده است؟ گفتنی های تازه فامیل لیما امیری در این باره و آیا به واقع لیما امیری با مرد خارجی ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لیما امیری دختر خانم موفق، مجری با استعداد، یکی از چهره‌های برجسته و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان بوده است. لیما امیری از سن طفولیت علاقه فراوان کار در رسانه‌ها را داشت و توانست در برنامه‌های مختلف در تلویزیون‌های افغانستان اجرای وظیفه کند. اولین برنامه رسانه‌ای لیما امیری برنامه هوای تازه بوده است که در مدت خیلی کوتاهی توانست در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. لیما امیری عاشقانه برنامه‌هایش را در میان مردم افغانستان پیش می‌برد. این دختر خانم با استعداد، موفق و محبوب بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور کانادا بست، ولی از آن کشور هم دوباره به فعالیت‌های رسانه‌ایش می‌پرداخت. برنامه‌های مختلف ثبت کرد، حتی چندین آهنگ هم سرود. این همه در حالی است که تازه تصاویر لیما امیری در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که وی در کشور کانادا ازدواج کرده است و برای امین دلیل از صفحات مجازیش به دور است. همسر لیما امیری پسر خارجی بوده است، ولی تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا از طرف لیما امیری و خانواده‌اش ابراز نشده است. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای لیما امیری با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات و نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.